تصور کن در روسیه قدیم املاک وسیع و سرسبز اشرافزادگان را می‌بینی، جایی که شکار و سرعت همیشه ارزش داشت. در همین محیط بود که بورزوی شکل گرفت، سگی که برای شکار گرگ و روباه پرورش یافت و با قد بلند، بدنی باریک و پاهای عضلانی هیچ شکاری نمیتوانست از دستش فرار کند. این سگ به نام سلیقه روسی برای سرعت و نجابت معروف شد. بعدها به نمادی از ظرافت و قدرت تبدیل شد. بورزوی سگی باهوش و مستقل است. قدش بین 70 تا 76 سانتی متر و وزنش حدود 25 تا 45 کیلوگرم است. پوشش بلند و ابریشمی او که موجدار و نرم است، نه فقط ظاهر شیکش را تکمیل می‌کند، بلکه محافظی طبیعی در برابر سرما و بادهای روسیه است. رنگ‌های متنوعی دارد، از سفید خالص، طلایی و خاکستری گرفته تا رنگ‌های جذاب مشکی و کرم. اما بورزوی فقط ظاهر نیست. او آرام و متعادل است، وفادار به صاحبش و در عین حال کمی مستقل و مغرور. برخلاف ظاهر سلطنتی‌اش، عاشق بازی و دویدن در فضای باز است و در خانه ساکت و آرام کنار خانواده می‌نشیند. او نیاز دارد که با صبر و روش مثبت آموزش داده شود. فرمان‌ها را نمی‌پذیرد مگر اینکه به دلخواهش باشد. تاریخچه او را که نگاه کنیم می‌بینیم بورزوی‌ها از قرن‌ها پیش هم در قصرها و هم در طبیعت آزاد نقش ویژه‌ای داشتند. هم شکارچی ماهر و هم همراه آرام خانواده. این ترکیب از سرعت، هوش، نجابت و آرامش بورزوی را به یکی از نژادهای نادر و جذاب دنیا تبدیل کرده است. اگر بورزوی را داشته باشیم مثل داشتن یک اثر هنری زنده است. هر نگاهش، هر حرکتش و حتی آرام نشستن او نشان دهنده تاریخی غنی و شخصیتی باوقار است. او مناسب کسانی است که هم عاشق حیوانات مستقل و باهوش هستند و هم به زیبایی و اصالت احترام می‌گذارند. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. با لایک و نوشتن نظرات خودتون ما رو در بهتر کردن روز به روز کانال حمایت کنید. ممنونم از نگاه شما.